تو مانند زمین تنهای مادر، تو مانند زمین یکتایی مادر. بله، اما بزرگی مادر تصویر ناپذیر است. سلام بینندگان عزیزی تلویزیونی هفت ستاره، خاصه برنامه نظری به زندگی. برنامه امروزه رو برای هستی پر اعجازی زن مادر بخشیدیم. از این رو خواستیم چند از زنهای دور از دنیای فرح را یک لحظه وارد عالمی نشاط سازیم. ما را پیگیری کنید. خیلی ممنون‌دار که امروز من خواهش ما رو پذیرفتید. ما خواستیم این لحظه ها اون مادرانی که بیمار هستند، در بستر بیماری می باشند، آنها را با آغاز فصل بهار و همچنین عید مادر تبریک کرده باشیم. تشکر و از صمیم قلبم میخواهم مادران عزیز، خواهران عزیز را با روز مادران تبریک کرده باشم. آماده هستم. تشکر بار دیگر که دعوت کردید. باشید با سرودهایتان آنها را دل آنها را شاد می‌گردانید. خدا خواهد. جهان افروزم مادر، حیات آموزم مادر، بهار آغوشم مادر، نفس نوروزم مادر. سلام ای مادری جانم، تو بشنو آه و ارمانم، دلم مبشود از این غم ها، چی دانی تو دلی من را، نمیدانم چی سایل غم مرا برده است از این عالم، تو هستی بخت شیرینم، ایا ای مادری جانم. مشو غمگین برای من، همین از قسمتی تلخم، تو هستی بخت شیرینم، ایا ای مادری جانم. با تو گویم دلی خود را، با تو خوانم سرودم را، تو میفهمی همه رازم، ایا ای مادری جانم. سلام ای مادری جانم، تو بشنو آه و ارمانم، دلم آب شد از این غم ها، چی دانی تو دلی من را، نمیدانم چی سایل غم مرا برده است از این عالم، تو هستی بخت شیرینم، ایا ای مادری جانم، ایا ای مادری جانم. چشم سیاه داری قربان شوم من، خانه کجا داری مهمان شوم من، زلف سیاه داری قربان شوم من، خانه کجا داری مهمان شوم من. گریبان راز دستت چاک کردم، چشم سیاه داری
شما من خانه کجا داری مهمان شما من چشم سیاه داری قربان شما من خانه کجا داری مهمان شما من از شهری سمرقند آید امشب بیگاه که مراد است مگر امشب از شهری سمرقند آید امشب بیگاه مراد است مگر امشب بیا دل بر تو را میگیرم امشب بیگاه مراد است مگر امشب بیا دل بر تو را میگیرم امشب بیگاه که مراد است مگر امشب ای شهری خوجند آید امشب بیگاهی مراد است مگر امشب ای شهری خوجند آید امشب بیگاهی مراد است مگر امشب جان دادرکم دل و جان دادرکم جان دادرکم آه دل و جان دادرکم صندوق چیسی میزرگران دادرکم صندوق چیسی میزرگران دادرکم آی لالی لبی من لبی تو خندان نشود من یار نگیرم دلی تو ویران نشود آی لالی لبی من لبی تو خندان نشود من یار نگیرم دلی تو ویران نشود ای تو یاری دیگر گیری و من یاری دیگر 100 سال گذرد عشق تو ویران نشود تو یاری دیگر گیری و من یاری دیگر 100 سال گذرد عشق تو ویران نشود مادرانی عزیز همه شمایانро با آغاز فصل بهار با عید مادر صمیمانه تبریک میگوییم. بگذار تنتان صحت خاطرتان جمع و دلتان بیغم باشد چون آفتاب عالم افروز همیشه بالای سر فرزندان نورافشان باشد. از دیدن طالب جان خرسند شدید؟ سلامت باشید. بار دیگر مادرای عزیز همه شما را با آمد بهار با روز مادران تبریک میکنم. بگذار خدای مهربان به هر یکی شمایان عزیز شفای کامل دهد. چی مراد و مقصد داشته باشید خدای مهربان همش به جامعه عمل پیشاند. رحمت سلامت باشید. عید مبارک شود. بینندگان عزیز برنامه ما ادامه دارد. با تلویزیون 7 ستاره بمانید. طالب جان بعد از دیدن این مادران چه احساسات شما رو فرا گرفت؟ راستی گپ را گویم از یک جهت غمگین شدم از جهت دیگر خیلی خوشحال شدم که به همین بیمارا کمتر باشدم طبیب والیده تقدیم کرده توانستیم به فکرم. امیدوار هستم از درگاه خداوند مهربان که برای هر یکی آنها مادرای عزیز خواهرای عزیز خدای مهربان تیزتر شفا دهند به نزد فرزنداشان به نزد عائله هایش نزدیکانشان باز آرام و آسوده زندگی کردن رو خداوند با نصیب گرداند. سلامت باشید. ما نیز هیئت تلویزیون 7 ستاره خیلی منتدار که خواهش ما رو رد نکردید. من امروز یک لحظه باشدم به این مادران بزرگ خرسندی بخشیدیم. من نیز به تمنیات شما شریک هستم. الهو هیچ مادری دنیا بیمار نشود. سلامت باشید. برایتان موفقیت ها، سربلندی ها و خانه آباد و خوشبختی های زندگی را آرزو میکنیم. جهانم گردی تو پروانه مادر زمان در مهر تو افسانه مادر جهانم گردی تو پروانه مادر زمان در مهر تو افسانه مادر ضمیرت گوهری یک دانه مادر چراغی روشنی کاشانه مادر ضمیرت گوهری یک دانه مادر چراغی روشنی کاشانه مادر سپاسی هستیت شکرانه مادر چراغی روشنی کاشانه مادر. السلام علیکم گلاسال. موفق نام خود همیشه زیبا هستید. خیلی منتدار که تکلیف ما رو پذیرفتید چون همیشگی همراه ما می باشید. رحمت سلامت باشید. پیش از همه برای تکلیفتون خرسند هستم که
ما هم طرفدار هستیم البته روزهای اید که یک خبرگیری این مادران مشفق باشیم البته خودمان را خوشبخت حس میکنیم و کمک باشدم برای خورسندی زنهای محترم زنهای بانوان زیبا حصه خودمان را گذاریم البته ما هم خوشبخت سلامت باشید چون امروز روزی مادر است خواستیم چند از مادران رو تبریک نموده باشیم خرسند نماییم سلامت باشید ассалому алейкум мо аз телевизиони ҳафт ситора ин касро шинохтед муборак шавад як шумо хурсанд кунем гуфта омадем муборак шавад идатам раҳмат раҳмат саломат бошед муборак шавад сурудҳои гуласалро гӯш мекунед ва кадомиш ба шумо писанд аст раҳмат раҳмат امروز روز خودم مبارک شد بیایید حتما دارید سلام شوید الهی عمری بیغم بینید کمر نبینید خدا جان فقط فرزنداتون روزی خورسندیش به صحت و سلامت شوید کسل نشوید بیمار نشوید الهی مبارک شد اینه ببین چه روز ناز با اومدیم سلامت باشید مبارک شد مبارک شد هفت دارم خیلی وقت تشکر کرده خونده من هشت ماه تبریک دکتم به میندار خودم پیام بشه саломат бошед бароятон биёед як саволи берун аз мавзӯъ медиҳем дар оила одатан хусур сардори оила ҳастанд лекин барои чӣ келинҳо аз хуштоманд бештар метарсанд домодҳо бошанд аз хуштоманд наметарсанд ку چه سوال باشه ده؟ من شما نمیترسیدید با فکرم خوشتمون تو با فکرم عروسی که با خانه نوش میرد بسیارتر خوشتمون قطعی معامله میکند و کمبودیش رو بسیارتر خوشتمون میبیند برای همین باشد در کار عادتا پدرها مهربانتر میشد هم با دختر هم با کلین طرفگیر کلین میشد حساب همین باشد با فکرم اما چقدر خوشتامن که نزدیکتر نزدیکتر باشد البته هم شوهر هم سرش قطعی هم تمامی اعضای عائله قطعی نزدیک شدنش آسان تر میشه یعنی که نقشی خوشتامن در عائله بیشتر زیاد است نه زیاد جان مادرم من بر تو ایمان آورم ای کاش باشی هر کجا عمری سلامت بر سرم خواهم که در آغوش تو باری دیگر کودک شوم خواهم که در آغوش تو باری دیگر کودک شوم باری دیگر با طبع خوش بر خواب طفلیم روم باری دیگر با طبع خوش بر خواب طفلیم روم جان مادرم من بر تو ایمان آورم ای کاش باشی هر کجا عمری سلامت بر سرم عمری سلامت بر سرم ای عمری سلامت بر سرم البته یک مادر خرسند میشد یا که انمو با خرسندی انمو مادر من سببگار یا شریک باشم همراه باشم باور کنید
موقعی که خرسند میشم که خودی مادر خودم خرسند کردگی با این چقدر که من کوشش میکنم که مادرم مایه تربیه کردن مثل مادرم مادر شوم اما شرایط حاضر زمان کمتر مانگی میکنند به این چیزها چکلی که ما مادر رو میخوایم که از همه چیزی بهترین برای فرزند ما باشد اما مادرم بعضا میگن که ارکگی مهربانی بسیارم به خوبی نمیبیارن انا مهربانی بیم سویمش کردن و ارکه کردن فرزند و چارچوبه باشد و همون چارچوبه نبرو چه گل وا شده آمیده میده ما نازمی شناخته اسمت؟ درست می نه نشناخته؟ نشناختی؟ نه اصل پیلوتوه السلام علیکم شما شناختید می؟ آها شناختم ایدتان مبارک شود همیشه صحت و سلامت باشید الهیم چون گلهای بهاری همیشه شکوفان باشید وقتی بچه هاتون نبینید مبارک شود ایدتان رحمتای کلام سلامت سال بیایید ما سوالی بیرون از موضوع میدهیم خاله جان یکمین بار اگر وقتی به شما خواستگارها آمدند شما خرسند شده بودید یا غمگین؟ البته غمگین میشدیم که از خانه پدر و مادر مثال میریم مال مثال تیار نه از این سبب غمگین میشدیم چند سال است که با هم زندگی میکنید؟ همگی سالی 87 خانه داشته باشم 35 سال سلامت باشید برایتان همه خوشبختی های زندگی را آرزو میکنیم همیشه سرابانی فرزندان باشید با هم کنی من اکنون گواسال شما کدام سرود را سرایند؟ البته درباره مادر من البته شما شیخ جان خدا خواهد خواهشان را اجرا میکنید؟ این سرود نو پیشکش میشد انشاءالله نصیب باشد 20 می در کاخ رودکی کنسرت نوبتی ما هم بسیار در تنفس بودیم که صاحب باز پسرچه شدیم مادر شدیم دویم باره آواره شدیم برای همین این سرود نو پناه رحمت قطاری مردم شد الهیم همه خیلی شهدی ترانه دارد شیرین سلامی مادر از گل نشانه دارد حسنی کلامی مادر شهدی ترانه دارد شیرین سلامی مادر از گل نشانه دارد حسنی کلامی مادر هر دوی شما رو من دعوت میکنم با کنسرتم نصیب باشد خنده هایم چهرک شاید باقی جهان را قد و بستت جلوه نماید سروی روان را من شمایان دوستان را بهر دیدن آمدم من شمایان دوستان را بهر دیدن آمدم با مراد این دلی شیدا رسیدن آمدم السلام علیکم مادر عزیز نازمی شما درستی نازمی شما چی توش خودی ما عمده البته یک مهمان شویم ما هر باری شما از تلویزیون میبینم رو برای شناس نشدیم حالی رحمت درستی اهل اویل نازمی ایدای آمده است که شما تبریک رحمت شما با مبارک شود درستی مادر مبارک شود رحمتای کلام سلامت رحمتای باشید کلام یکدم نشستن آمدم این سفر را با شما یکدم نشستن عمری
عمری دراز بینید. اما تو ایدی مادران که شما تبریک، صحت سلامت باشید. همیشه در صحنه همه زیف شده گردید. الهی دعاگوی ما شده گردید شما که سلامت شوید. مادر عزیز، هر یک زن نهانی در دل آرزوی فرزنددار شدن رو دارد. شما در دل آرزو داشتید؟ من که چند فرزنددار میشوم. میخواستم همون وقتی که شوهر کرده بودم 3 فرزنددار میشم. فرزندم خدا خواهد عمری دراز بیند، عالی معلومات دار شود. گفته آرزو میکردم. یعنی که به آرزویتون رسیدید؟ البته رسیدم. هنرمند همش نون و خانم کار میکنه. هنرش خدا بشکر. آنون سیر خدا بشکر که البته مهمش همین تن جانشون ساخت باشد، مهنت کرده تانن، زندگیشان تینج و آرام باشد. مهمش برای مادر همین. سرودهای گل‌عسل را گوش میکنید؟ بله البته. کدامش بیشتر به شما پسند است؟ درباره پدر میگویند که بسیار معقول کلیپایی که درباره پدرشان وفات کردگی اینها از آب کشته سرود به رقص کردگی خودشون چقدر عذاب کشیده، چقدر مهنت کرده حیاتشان گذشته باشدم، باز کلیپ من دیده، سرودای من دیده، با رحمشون من با اومده. سلامت باشتن. البته پدرتون ناز میدیده؟ البته در حیات هستن؟ نه همشون وفات کرده. یاد کردگی برای همین روزی مادر رو پدرشان بسیارتر یاد کردی. دختری پدر آرزوی مادر رو عملی اجرا میکنیم. از کودکی گشتم کلان بالای دستان شما، از کودکی گشتم کلان بالای دستان شما، گویا که بودم گوهره در هر دو چشمان شما، از کودکی گشتم کلان بالای دستان شما، گویا که بودم گوهره در هر دو چشمان شما، امروز نوری چشمتان گشته از مهمان شما. جان مادرم جان مادرم، من بر تو ایمان آورم، ای کاش باشی هر کجا، عمری سلامت بر سرم. بسری فرزندانتان تن جانتان صاف باشد. سلامت باشد. ایدتان مبارک شود. همین شمایان در ایدی نوروز و به ایدی مادران رحمت از نام دل اسد که دل شمایان تبریک میکنم. رحمت الهی تمام دنیای مادرانشان خفنده شود. همیشه خرسند باشد. البته سلامت باشید. اشکای شما فقط اشکای شادی باشد. شما دیده اشکم رحمت. ассалому алайкум модари азиз. мо аз телевизиони ҳафтситора ин касро шинохтед? гулистар албатта мешиносам. муборак шавад рӯзи модар. модари хушбахт шавед илоҳо. фарзандоне ки ба дунё овардед роҳаташа бинед. муборак шавад. саломат бошед. саломат бошед. муборак шавад. муборак шавад. ташвиш кишта омада мана табрик карда, мана вай кардид. ман ҷудоям хурсанд шудам. илоҳо то ҷаҳон боша, шумоям бошед. ҳамеша овозатон хаста нашуда пеш рафтан гирид илоҳӣ. шумоям раҳмати калом маълимиҷон. раҳмат шумоям. шумоям раҳматои калом. гулсал ягон боз ба ин касам саволи берун аз мавзӯъ диҳем. модари азиз, кадом одати худро бад мебинед ва кадомашро дӯст медоред ва баъдашро тарк карда наметавонед? ягон ким хафа кунадам, хафа шуда наметавонам, ҷангӣ шуда наметавонам, ҷанг кардам ба вай не, ҷанг карда наметавонам. ҳамин дугонам ки адам давраҳои духтариҳомо itоқ будим ина то ҳолие адамона неверидор худо хоҳад эверидор мешим ҳана гуфта нӯхта неверам ҳай ҳолиам дугонамо рафта омад мекунем. ҳам ту вай касал шад ман дида мерам, ман вай шавам вай дида мебиёд ҳами хеле мо. ин одати шумо ин ба одати бад дохил намешавад?
خوبترین بدم خودم نمیدونم بهترین، ممکن بهترین. من خودم نمیدونم عادتی بدم نمیدونم فقط من که یگون کم گپی خطا گوید خفه میشم تهمت کند خفه میشم چه فرزندتان هست؟ سه تا سه تا فرزندتان هست. دوگانه ها هر دوتان دلتان یک بود است. آه، یک بیش شما سر. هم استدن گیرید آمده. بیا یک پسر دو دختر این من کدام سرودی گل اصال بیشتر به شما معقول است؟ مادر سلامت مادر. باشید، سلامت باشید. اما دخترچه مایده چیو؟ هر یک دختر این کارو کردگی همین خورجاقش میگیرد علیه میخوانند نقش مادر رو اجرا میکنه. نقش مادر رو اجرا میکند یا نقش عروسی رو اجرا میکند. این خصلت طبیعی با فکرم خداوند عطا میکند و بخت مادری همه مایه خدا نصیب کند. شمویا البته بخت مادر چی؟ این تینجی صحت و سلامتی فرزند تینج باشن، کسل تینج. نشوند بیمار نشوند تینج باشند همه ما تینج همه ما خوشند. شمایم فخر نیسا همیشه خیلی یاش مانید خاندان خودی مثل بهار شما گل اصال گرفته اومدم من همراه اومدیم خرسان شدید؟ البته نو خواست این یک وید زی کنه تحفه گویم ناگهانی شد. ناگهانی این تحفه اصلا تفهی نازدیه اصلا تفهی رحمت رحمت پروانه سان گردی سرت میگردم نقش و نگاری من سرت میگردم پروانه سان گردی سرت میگردم نقش و نگاری من سرت میگردم پروریدی گلهای نوبهاری تراوتی هر سحرت میگردم پروریدی گلهای نوبهاری تراوتی هر سحرت میگردم همه خیلی اینا اینا مادرش خوک شوهره. سارکت بودیان. ما همه یخه هم به دکان شده گده سلامت باشید. هیچ وای نمیکنیم ما منی غایبه دیگون گند کدان دیگون زی کدان نصیحت میکنیم زندگی فرزندان که آوره همین که هادمو دویده اینی بمیرم یا ابی تیار کد میشه بیا ما یگون سوای که دیگه بیا این دویده میبود من میخیکرم من آرزو میکنیم که بگذار این دوستی شما جاویدان باشد. الهی خودم هم هر باره میخوام میگم دگونم بکی الهی تا آخره هم خیلی مونی موبایل ما هیچ وای نشود سودای دنیاست و دنیای پر غوغای نبود و هیچ مثالی من شیدای لیلا صفت اندر برت میگردم مادران عزیز خوری ما ادامه دارد. شیدای لیلا صفت اندر برت میگردم جان فدای و گل نظرت میگردم پروانه سان گردی سرت میگردم جان فدای و گل نظرت میگردم پروانه سان گردی سرت میگردم ستاره بخت آورت میگردم پروانه سان گردی سرت میگردم ستاره بخت آورت میگردم پروانه سان گردی سرت میگردم پروانه سان گردی سرت میگردم وقتی که این زن‌های دیدم خرسند شدم خودم از دیدن این زن‌ها از خرسند کردن این زن‌ها. البته هر یکتی این کاری شدگی امروز با مادرم نقل میکنم که بیایم خرسند باشن که خرسند شینن. من سوالی عنعنوی دارم. یکم مرتبه به مادرتون اظهار محبت کرده اید؟ البته من بسیار میکنم. مادر جان عزیزی مهربانم و جانم من شما سخت دوست میدارم. شما حیاتی من، شما نفسی من، شما عزیزی دلی من، شما معنی زندگی من، شما پشت و پناهی من، تکیهگاهی من. همیشه صحت و سلامت باشید. من همه وقت همه روزه میگم که من با شما افتخار میکنم و خداوند مهربان همیشه هر لحظه شکرانه میکنم که به این دنیا شما رو مادر کرده خداوند به من نصیب کرد. و جان من sizni yaxshi ko'raman. Siz mani hayotim, siz mani umrim ma'nosi, ko'zim nuri, borlig'im, hammasi sizsiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz mani idealimsiz.
با عنوان خوشرو السلام علیکم ایداتان مبارک شود. برای همین نام داشتیم مبارک شود این کس رو شناخته؟ روزی مادرتان مبارک شود. در حیرت مونده؟ در حیات موندم. خرسند شده؟ جدایم خرسند شدم. سر با عثمان برسید. سلامت باشید. کدام سرودهای گل اصل به شما پسند است؟ شما کدومیش میکنم؟ همش نوش لازم. ایرشیدم میبرفتی که نوعی گفته. اینا فعالتر بودی نه؟ من میبینم ده. چون نادیم کم یگاه مراتب در کنسرتشان اشتراک کرده بودید؟ اشتراک کردیم نه. انشالله ماهی مای کنسرت میتیم. انشالله. هوای گرم با پایتون شده خوش شروع شده خدا خواهد انشالله خرسند شده میریتون کنسرت ما تماشا میکنید نصیب باشد. مادر عزیز مادران عزیز بگویید که خوشتومن رو شمایان چگونه تصور میکنید؟ خوشتومن چیست؟ خوشتومن قاینوبه ها ما کارای همونای ما یاد گرفتگی ما کارای نازه کارای خوشروی یاد گرفتگی من ما هم خوشتومن شدیم سه کلین هم های دو داماد هم های مننده همون کارداری قاینوبه میکرده یاد گرفته ام دوستی هم منو منو دخترشون من نیوری کلین کردگی چقدر خداهای مهربان. لحظه دخترشون کلین کرده برفتیم نیورم به چیکار میکنید شما؟ مادر جان انمی خاندان مگزین کار میکنم. خدمتی البته همه ما خدمتی خلقنده همه ما چیکار کنیم که همین مردم حاجتش بروریم که زندگی ما پیش رود. مهنتی حلال همش مهنتی که کروسیم گفتی بیبیم آچم میگفتن که نانی آسان گجابه هست آچه جان خقی این کارتان گویم همین گپ میزدن کلان شده مغزی انمین گپای انکون میفهمیم که معناش چی بود؟ 5 دخترم های همه خونه به در کدگی 5 دختر می همشا ای سلامت باشید ماشاءالله چه ناز و دخترم بچه بودگیش بشکر نه بودگیش گرد بودگیش بشکر نه باشه لوجیک دختر 5 دختر همشون بیا چه خانه پر شود بچه ها که هر هفته هم میبیونی که مایرام میشد برای مادر مهمش همین بوده است. گوسال کدام سرود رو برای مادران تحفه میکنید؟ ندونم چی خواندتیم؟ کدامش نقص میشه خواندن گیرید یا رقص میکنن گیرتا میام دیگشنیه این ترکیب باشد سرودی یگان رقصی رقصی کنیم بگذار مادران رقص کنند. همه مادر رقصن فرویمی برای خودتان رقص کنید. امروز عید امروز روزی 8 مارس سلامت باشتم. Canan bulamam deyip hammanı küydüresen mu? Kuygen bu fakirlerini yana yandıresen mu? Demin işliki 100 yılga davur şundak yüresen mu? Yaş başın bilen her yerde yalgiz yüresen mu? Ey mehri hilal ko'chasidan o'tmaganim kelvoy yoray man asragan vaqtima sen yoshgina erding ham erkayu munisgina yoshgina erding oq yuzli holdor qalam qoshgina erding har yana borar chog'ima yo'ldoshgina erding ming va'da qilib birga vafo qilmaganim kelvoy خیلی آواز شیرین و فارم هیچگاه آوازتون خسته نباشد گلسل. چی گفتنی دارید به گلسل؟ رحمتی کلام تنشان ساخت شود محتبشان بلند شود آوازشان خسته نشود همه من خدمتی خلق به میخی اجلو بفته تویا گرن ایلوی رحمتی کلام تشکیل کردید شما هم رحمت تشکیل کردید سردار شما می رحمتی کلام برکه ایلوی تناتون ساخت کنم بیری با دعوت شد ایلوی سلامت باشید.
مشتاق به کلام شدگی من خیلی تنگ کوچه ها بچگی در خاطر اومد؟ البته بچگی هم خودم به خاطرم اومد و مادری من هم خیلی مثل اینمی مادر یک مادر قد بلند تکک اگر مخلصانی نزدیکی من باشد میشناسم خوب میشناسم مادرم رو تصور کردم جان ها فدای مادر دستی او بگیرد دستی دعای مادر از دستی او بگیرد دستی دعای مادر از دستی او بگیرد دستی دعای مادر از دستی او بگیرد دستی دعای مادر گلسال ما حیاتی تلویزیونی هفستار خیلی منت داریم که امروز من خواهشی ما رو رد نکردید کمی باشد من این بانوان امروز خرسند شدن به تلویزیونی هفستاره بردباری ها از فرصت استفاده برده به شما نیز ایدی هشتمی ماه مبارک باشه مادر خوشبخت باشید مونی شما رو با ایدی مادر صمیمانه تبریک میگوییم همیشه مثل نامتان شکوفان سربلند زیبا سلامت باشید آرزوهای فرزندانتون رو بینید و خوشبخت جهان باشید آوازتون خسته نباشد تشکر زیاد سلامت باشید رحمت ندار این سحر عطری صبا خاطر پریشان گشته است چون دلی شیدای من حیران و سرسان گشته است با خماری لحظه‌ای دیداری جان بخشای تو با خماری لحظه‌ای دیداری جان بخشای تو گل به گل رو می نهد پزمانی پزمان گشته است گل به گل رو می نهد پزمانی پزمان گشته است